Kava? سیگارت و ناس در شریعت مکروه تحریمی است. مثلا سیگارت اکثر فقها حرام میگن کشیدنش. به خاطر چی؟ به خاطری که زیان داره در سلامتی، به خاطر آنکه اسراف است. به همین خاطر رسول اکرم نکردن که کسی پیاز میخوره، چسناک میخوره یا چیزی بدبو میخوره مثل کرفس، مثل پاپیروس، نمازگاه ما مسلمانان رو نبیاد. ناس باشه مکروه است و حرام نیست. این مکروه میگم به خاطر که اسراف است. مثلا هر روز یک سوم یک کیلو ناس میگیره. اسراف میداره. کلوب هوای اسراف کرد به خدا اسرافکارا رو دوست نمیداره. اما حکمش طهارت شکستن جان طهارت نمیشکند. اگر گرم کند مثلا ناس کشید گرم شد طهارتش میشکند، لیکن گرم نکند طهارتش نمیشکند. اما روزه رو فاسد میکند. سیگارت هم روزه رو میشکند، ویران میکند، ناس هم میشکند. اگر رفت تو یا آدم مثلا ناس کشید، خب گرم نشد، طهارت داشت، به هوای طهارت نماز خوانده میشه، لیکن مکروه هست. به خاطر چی؟ به خاطر که دهنش بو میکنه. رسول اکرم گفتن که شما هر چیزی که سبب آزار ملائکه ها میشد، مثل من چسناک و اینها رو گفتن خورده مسجد نبی، فإن الملائکه تتعزى مما يتعزى عنه الناس. از این مثلا مکروه است. خصوصا جوانا باید از این چیزها پرهیز کنند، دهنشان پاکیزه و نگاه دارن بدبویی نشود. این آداب نیست که نماز که بهترین حالتی نزدیکی بنده به خدا های با دهن بوی پاپیراس و با دهن بوی ناس و نماز نزدیک شود. این آداب نیست. از این سبب مثلا پیش یا آدمی کلان دهنش بوی پاپیراس کنه قطیش رو پرو گپ زدن شرم داره. مثلا پیش حاکما باشه دهنش میشو یا دنداناشو تازه میکنه و پیش حاکمش میداره دهنم بو نکنه گفته و تو شرم داشته به اون دهنی پاپیراسدار و بوینا که بوی ناسدار در نماز الله اکبر میگه با خدا راز میگه. خدا این نماز قبول نمیکنه. این نماز درست هم کشیده اما قبولیت نداره. این نماز ثواب نداره. بنابراین کشیدن این ناس و پاپیراس مکروه تحریمه بشن. حضرت بایزید میگه 1000 بار شستم دهان بگو مشک و گلاب، هنوز نام تو گفتن مرا نمی شاید. من 10 بار 100 بار با آب و گردان میکنم با آبی گل، تا الله گفتند شرمو میبگین دهنی من لایقی نامی تو نیست. او لعنتی به اون پاپیراس دهنش بو کنه با الله اکبر گوید و 100 نامکروه کرد به این نماز خواندش. لیکن حکم شرعیش نمیشه. شریعت ظاهرش دیگر است. اگر گرم نشود طهارت نمیشکند. همین امام شوانش کن بکنه مکروه. امامتش مکروه است. پاپیراسکش و ناسکش امامتش مکروه است. پیش ندارم بعد اگر رفت غیری بیاد جوانی با تقوا و نگاه موسفید پاکیزه باشه باید دارد اونا را از خباش نخوانید. بابا ایشان همین درباره و آنوارش میکرد که درباره تویر و تویری و کرد که مودرش لگات کرد. من دیگه بسیار از کجا مونده بودم بعضی موضوع کلمتوش نگید همین میگن دیگه بسیار بسیارشون میگن اشکاشو میریزه. اگر غیری همون پاپیراسکش دیگه اهل علم نباشه که پیش دارد، این صورت در خفای وی نماز خواندن درست است و مکروه است. معامله که اون نماز ثوابی کامل نداره. به هر حال جوانا احتیاط کنن نکشن. از اون چیزی که سبب زیان سلامتیشان میشه، سبب زیان کیسهشان میشه. اگر پول همون یا پشک پاپیراس هر روز 3 سوم 5 سوم جمع کنن در ماه 150 سوم میشه. 4 میشه زندگیش به خوب نیست. شما اسرافکارا این المبذرین کانوا من اخوان الشیاطین. خدا میگه اسرافکارا چی در مال و چی در عمر اینها برادرای شیطان. خدا شیطان با برادراش دوست نمیداره. خدا نگهتان داره، سلامتان داره، جوانا رو توفیق که از این راههای بس باز در جوانای خوب شد.